تبلت و موبایل رو نذار جلوش، بگو فعلا بازی کن ساکت چی. ساکت شدن بچه با تبلت و موبایل یک مسکن مزخرف سم. ساکت شدن با تخلیه انرژی های انباشته شده است. بهترین عنصری که انرژی مازاد رو خارج میکنه خاکه. خاک. دنیا به خاک رسیده. برای همین تو تهران مهد کودکایی هست که اتاق خاک داره. اتاق خاک، اتاقی که نصفش خاکه، بچه‌ها رو میفرستن اونجا، جاده درست میکنه، کمپرسی میاره، پر میکنه، خالی میکنه، خونه درست میکنه، باهاش میره اونجا. خاک معجزه میکنه. حدیث داریم بچه‌هایی که با خاک انس میگیرن حلیم میشن، یعنی صبور میشن، عصبی نمیشن. من یک کوچولوی 3 ساله دارم، 400ایه. اینو میبریم باغ و اینا، بازی که میکنه با خاک 3-4 ساعت بازی میکنه، یعنی سر و روش خاکی میکنه. میاد که خونه یه پرس غذا میخوره، آروم میخوابه، دیگه جیغ جیغ نمیکنه. خیلی برکات داره. اگر خاک پیدا نکردید، آب، عنصر دوم آبه. برای همین تو دنیا بچه‌ها رو میذارن آب بازی میکنن. مثلا وان درست میکنه تو همون، بچه رو 2-3 ساله میذاره اونجا، میگه با اردکات بازی کن. این دو عنصر از بچه نگیرید، خاک و آب، و خصوصا بیرون از خونه.